اهرابی هستم. میخواستم که امروز برنامه IPTV رو IPTV اسمارت پلیر رو بهتون یاد بدم که چجوری 1200 تا کانال ماهواره رو بتونید توی گوشیتون داشته باشید. بریم که انجامش بدیم. ابتدا میریم داخل کروم و مینویسیم IPTV اسمارت پلیر مودش رو انتخاب کنید که برنامه کرک شدهش رو انتخاب کنید که بتونید تمام کانال ها رو باز کنید و بدون لیمیتد استفاده بکنید. عرضم خدمتتون که برنامه رو دانلود کنید و از هر سایتی که میخواید، هپی مود، حالا هر سایتی که میخواید دانلود بکنید، فرقی نمیکنه. و الان من اینجا اینستالش کردم IPTV اسمارت پلیر رو. میریم داخلش. اینجا باید یه پلیلیستی رو انتخاب بکنید. پلیلیستش رو دکمه به اضافه رو میزنید، import playlist URL. اینجا تو URL باید URL کانال رو بیارید. حالا بهتون یاد میدم که چجوری برید این URL رو پیدا کنید. اینجا یادداشت بکنید که بنویسید که تو کروم IPTV گیت هاب رو انتخاب میکنید. میرید داخل سایت گیت هاب، میاید پایین این قسمت مین پلیلیست رو انتخاب میکنید، کپیش میکنید و میریم داخل برنامه IPTV رو باز میکنیم. اسم پلیلیستش مثلا هادی اهرابی، اسم پلیلیست رو انتخاب میکنیم، مثلا هادی اهرابی. بعد URL رو اینجا پیست میکنیم، بعد سیو میکنیم. مرحله بعد منتظر میمونیم که کارش انجام بشه. برنامه رو با قند شکن باید بیاید. ببینید هادی اهرابی الان پلیلیستش انتخاب شد. 1186 تا کانال داره. مثلا اینجا می نویسیم PMC مثلا PMC خالی که کانالش میاد. قربونتون، منو حمایت کنی براتون کلیپ های بیشتر بذارم.